کوک، دو، سول، ره، سی اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در فواصل بیات اصفهان هستیم. ره میکرون، فا دیز سول و پایین سی بمول. در قسمت پایین تر هم می بمول میتونیم استفاده بکنیم. اصفهان سول. یکی از پایه های خیلی مهم در ردیف موسیقی ایرانی و در ساز تار پایه سراس چپ هست که من نام اون رو طرب‌انگیز گذاشتم به دلیل اینکه در گوشه طرب‌انگیز دستگاه ماهور به کار رفته. فرم 4 مترابی طرب‌انگیز به صورت راست 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 چپ راست 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 چپ. نوت‌های مختلف میتونه تکرار بشه و با این پایه ما کار رو شروع کنیم. ملودی رو میتونیم توی نوت‌های مختلف بندازیم، یعنی به جز اینکه همه رو بزنیم بم سول 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 بم می فا 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 بم می بگیم بم سی لا لا بم لا سول سول بم سول فا فا که میتونیم دو تا نوت آخر رو اشاره هم بدیم. بم دو سی سی بم سی لا لا بم لا سول سول بم سول فا فا بم سی لا لا بم لا سول 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 فا فا بم لا سول سول بم سول 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 بم سول سول سول. یا اینو بندازیم روی 4 تا نوت. از واکن سیم بم میشه استفاده کرد، از واکن سیم زرد هم میشه استفاده کرد. مثلا موقعی که بریم روی نوت سول میتونیم رو با سول سیم زرد همگام کنیم. حتی میتونیم کل ملودی ها رو در یک سیم بزنیم. یا سیم پایین رو مثلا به عنوان پدال در نظر بگیریم و در سیم زرد و بم نوت‌های اول رو به عنوان پایه قرار بدیم. مثلا موقعی که روی بیات راجع میشینیم از فا در سیم زرد و از انگشت 60 در سیم بم استفاده کنیم. یه جایی هم میتونیم سیم اول رو مثلا یا سیم زرد رو به عنوان پایه خودمون قرار بدیم و بقیه رو در واخوان بزنیم. یا واخون‌ها رو در سیم زرد و بم تقسیم کنیم. مثلا سول سول بم بم فا سول بم بم سول بم بم فا سول بم بم سول بم بم سول بم بم. یا بالعکس از بالا این کار رو انجام بدیم. بم سول 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 بم سول فا فا بم سول می می بم سول می بم سول می می بم سول فا فا بم سول سول سول. و به این شکل ما در همین پرده ها و در همین محدوده ها یک بدایه نوازی رو شکل بدیم. در اینجا من یک نمونه از این پایه رو اجرا خواهم کرد.